قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنیم فقط به این سوال جواب بده: اگه امروز منبع درآمدت قطع بشه زندگیت چند ماه دوام میاره؟ بیشتر آدم‌ها حتی به این سوال فکر نکردن، نه چون بیخیالن، بلکه چون هیچ وقت بهشون یاد ندادن به پول اینجوری نگاه کنن. ما تو دنیایی بزرگ شدیم که شب تا صبح کار کردن ارزشه، حقوق ثابت امنیته، ریسک بده، پولدارا یا دزدن یا خوششانس. ولی واقعیت اینه که خیلی از این باورها نه تنها کمکی بهت نمی کنن، بلکه مستقیم دارن فقیرت می کنن. امروز قرار 7 اشتباه رو بررسی کنیم که شاید ساده به نظر بیان، ولی زندگی مالی میلیون ها آدم رو نابود کردن. برای دونستن این 7 مورد که مهمترینشون مورد 7مه، تا آخر ویدیو با من باش. زندگی خیلی از ما شبیه یه چرخه است. کار میکنی تا پول در بیاری، پول در میاری تا زنده بمونی و زنده میمونی تا دوباره کار کنی. مشکل اینجاست که تو داری زمانت رو میفروشی، نه فکرت رو، نه سیستم سازی رو. وقتی منبع درآمدت حقوقته، مریض بشی برابر با درآمد 0، اخراج بشی برابر با درآمد 0، بازنشسته بشی برابر با درآمد محدود. این یعنی امنیت مالی نداری، فقط عادت کردی به حقوق گرفتن. کیوساکی در این مورد میگه فقرا برای پول کار میکنن، پولدارا پول میسازن و کاری میکنن که پول براشون کار کنه. اینجا یه سوال ازت دارم: اگه فردا حقوقت قطع بشه چی داری که برات پول بسازه؟ یکی از ریشه دارترین باورها اینه که اگه خونه داشته باشی موفقی. ولی بیایید با عدد و منطق جلو بریم. اکثر خونه ها قسط دارن، خرج تعمیر دارن، مالیات دارن، استهلاک دارن. در عوض هیچ پولی تولید نمی کنن. دارایی از نظر کیوساکی اینه که چیزی که بدون حضور تو پول بسازه. بیشتر خونه ها امنیت میدن، ولی امنیت مالی نمیدن. این اشتباه باعث میشه آدما فکر کنن پولدار شدن، در حالی که فقط بدهکارتر شدن. برای دونستن موارد دیگه تا آخر ویدیو با من باش که مورد آخر از همه مهمتره و بیشترین تأثیر رو تو زندگیت داره. تو مدرسه میگن درس بخون تا آینده‌ت تأمین بشه، ولی هیچ وقت نمیگن پول چجوری تکثیری میشه، تورم چجوری پس‌اندازت رو میخوره، بدهی خوب چیه، بدهی بد چیه. سیستم آموزشی کارمند خوب تربیت میکنه، نه سرمایه گذار باهوش. برای همین میبینی همین سیستم آدمهای باهوش با مدرک بالا، بدون سواد مالی و با استرس مالی بالا که فکر آیندهشون هستن میسازه. کیوساکی میگه سواد مالی از سواد دانشگاهی مهمتره.
این اشتباه خیلی بی صداست. اصلا حسش نمی کنی. حقوق بیشتر میشه. در مقابل ماشین تو ارتقا میدی، خونه بزرگتر میخری و این قسط جدید برات میسازه و تهش بازم پولی نمونده. این یعنی تو اسیر سبک زندگی گرونتر شدی. پولدارا وقتی درآمدشون میره بالا بیشتر سرمایه گذاری میکنن. فقرا خرجهای جدید میسازن. اینجا باید یه سوال از خودت بپرسی. آخرین بار که درآمدت زیاد شده زندگیت گرونتر شده یا سرمایه گذاری کردی؟ اگه تا اینجا خوشت اومده، برای اینکه از مسیر رشد جا نمونی ویدیو رو سابسکرایب کن و زنگولت فعال باشه تا از آموزش‌های بعدی جا نمونی. به ما یاد دادن و گفتن اشتباه نکن، ریسک نکن، امن باش. ولی تو دنیای واقعی پول بدون اشتباه، ریسک و یادگیری وجود نداره. پولدارا اشتباه میکنن، ضرر میکنن، ولی تحلیل میکنن که دوباره اشتباه نکنن. فقرا یا اصلا شروع نمیکنن یا با اولین شکست کنار میکشن. فرق اصلی این موضوع اینه که یکی از اشتباه فرار میکنه و یکی باهاش رشد میکنه. خیلیا فکر میکنن پولدار شدن فقط برای نابغه ها، ژن خوب ها و آدمای خاص هستش. این کاملا اشتباهه. درستش اینه که بیشترشون آموزش دیدن، روی آموزش خودشون سرمایه گذاری کردن و از این راه نتیجه گرفتن، چون مستلزم شروع هر کاری آموزش اون کاره. از طرفی هر وقت شکست میخورن کنار نمیکشن، از همون شکست تجربه میگیرن و اونو پله‌ای برای بالا رفتن خودشون قرار میدن. پولدارا بلدن پول کجا بره، کی خرج کنن، کی نگه دارن. پولدار شدن هوش عجیب نمیخواد، دانش کاربردی میخواد. حالا برای کمک به اطرافیانت که مشکلاتی در این حوزه دارن ویدیو رو براشون بفرست تا اونا هم از این مسیر عقب نمونن. منتظری رئیست حقوقتو زیاد کنه، دولت شرایطو درست کنه، یه شانس پیش بیاد تا تو هم پولدار بشی؟ نه، هیچ کدوم از اینها تا زمانی که خودت شروع به حرکت نکنی ایجاد نمیشه. تا وقتی مسئولیت مالی زندگی خودتو قبول نکنی هیچ تغییری حاصل نمیشه. رابرت کیوساکی میگه لحظه‌ای که میفهمی هیچ کس بدهکار موفقیت تو نیست، آزادی مالیت شروع میشه. اینو همیشه یادت باشه، تو مسیر زندگی فقط خودتی و خودت. اگه تا اینجا اومدی یعنی یه جایی کارت میلنگه و این خوبه، چون مشکلت رو پیدا کردی و باید تصمیم بگیری که این مشکل رو حل کنی و ذهنیتت رو تغییر بدی. مشکل
پول نداشتن نیست، مشکل نفهمیدن قانون پولدار شدنه. از امروز به پولت آگاهانه نگاه کن. سواد مالی یاد بگیر. دارایی بساز، نه بدهی. و این مورد هیچ وقت یادت نره. پولدار شدن شانسی نیست. یک تصمیم و عمل به اونه. حالا تو کامنت برام بنویس کدوم اشتباه بیشتر تو زندگیت بوده.